حیات سرگذشتی من اگر همه شب گو عجایبه عجایبه. چگونه روبایه ها میدونید؟ تا حاضر آنها را میخونید برای نبیره ها؟ بای نبیره ها ما علمه گفتم، نبیره ها ما آسونه هر گونه افسانه ها که ای کتاب میخوندم. یک افسانه هم غجمغجان بی ها، انا یکم غجمغجان بی نقلشو میکردم سست میشین ایشو ای ببی با یک باری که غجمغجان موشک غجمغجان غمزه کنان شاه زنان کجا روان موش. من روم که شوی کنم، شوی به تدبیر کنم، نان نگندم خرم دعای جان شوی کنم. اینشو میگفتم. بعد انا پیش چند کس میره و قبول نمیکنه، شو نمیکنه موش. بعد پیش چی میره؟ قصاب. این قصاب که قصاب معقولش میکره، میگه قهرتان چیکار، قهرت اگر بیایم من چیکار کنی؟ میگه با دومکم به چشمتان سرما میکشم. همینشو میگفتم. بزک جنگی لپاشو میگفتم. میگفتم شو نبیرام خواه میکردم. حالی هم میگوید؟ حال دیگه نگومه. چی با؟ برای که نبیرام خدارش کرد کلان شیم. خدم بیغمای خدمه میگومه بشی. یک با ای ناردبان ای سوزه ناردبان میسازه. ناردبان اوزی نپاید دونه میش. بعد میزنه که دختر میآوه در حوزی ها زنمه. بعد نالو چریق میکنه میخم با میگیرش. همزه خند یک کتاب پاکیزه من خوندم چیش میکردم. بعد یک اموسوید همسایه مگو بیا چی که بیا از مغشان تمو بگو میگفتم میخندی. بهتره. روبایه ها را چگونه گفتید؟ روبایه های زیادی حفظ میدونید از خود کرده؟ نه خودم میگفتم وقتی که انا خی شوهرم یاش 48 ساله بچه هم پریشی ای ضربی غمم ای دلم هر برای علمام برای چم ساز میکردم میگفتم و خودم گریه میکردم. چی میگفتی؟ میگفتم با شوهرم میگفتم صد برگ در نمینجا یک صد برگ آوره بشونده بی گفتم این چیز با کجل آوری شوندیش گفتی صد برگ گل میکنه و شما میبینه 5 روزه بی گل کرد گفتم ای گردی کمند ابرو ای نودنی حال بوید با دماغ من صد برگ بخار دل کنده نمیتونم مشکل کارم در کرده و کارای خدا ناچارم. شوم خشروبی وزیبی نوندار بی خوبی تا مورنه که بمرم اونا اوجا فراموش نکنه. آنز در همی 30 سال 30 منوت من اونا فراموش نکرم نمیکمشنی.